14. 13. من آدمی هم که تو بچگی رفتم جنگ. چطور شد که اومدی جبهه؟ ما اینطور شد که نمیذاشتم بیاییم، رفتیم از آقای خامنه‌ای نامه گرفتیم اومدیم. از تو جبهه هستی چی کار میکنی؟ خرمشهر آزادمون برگوندن بریم طرف قدس و کربلا و نجف. اینجا خط چندمه؟ خط اول. فاصله ما برادر چند متره؟ 200 متر. من تقریبا جز اولین کسایی بودم که از مدرسه خودمون رفتم جبهه. از کلاسی که من توش بودم فقط یه نفرشون برگشت، به شدت مجروح شد. وظیفه در این گردان تخریب چیه؟ اولین میدون مینی که رفتم 15 سال. البته انواع مین از ضد نفرا گوجه هست، واکسی هست، اجاقی، پدالی که بخوایم اسپرین خیلی طول می‌کشه. مخصوصا مینیابیش و مینگذاریش افرادی باید باشن که چابک باشن، ظریف، هر چیز ظریف‌تر باشه بهتر میتونه تو میدون مین کار بکنه. اینکه حکومت نمیدونست که بچه‌ها تو جنگن یک دروغ اصلا خنده داره. نه تنها میدونست که دامن میزد. برادرای شهید اینا هنگام پیشروی به میدان مین میرسن و مسابقه 2 میذارن ببینن کدوم یکی از برادرها زودتر رو مین میرسه و زودتر روی مین منهدم میشه که این برادرها تونستن اون هدف اصلی خودشون مسابقه رو ببرن بالله الله به هدف اصلی و نهایی تمام مسلمانان برسن. این حکایت نسل نوبت به ما رسیده، این قنچه های بربر از کربلا رسیده. خسته نباشی کوچولو. چند سالته؟ من 8 سالمه. کلاس چندم هستی؟ 2. برای چی اومدی جبهه؟ اومدم این سرودا رو برای نظمنده بخونم.